سروزیر نو طالبان مولوی عبدالکبیر روز 25 ماه سال 2023 در دیدار با شماری از چهره‌های فرهنگی حامی رژیم طالبان ادعا نمود که نمایندگان تمام قوم‌های ساکن افغانستان در حکومت امارت اسلامی افغانستان حضور دارند. ثبت ویدیوی واخوری این سروزیر طالبان در تلویزیون ملی آنها پخش شد. او از جمله میگوید که اگر معنی همه شمولیت این است که چند تا عنصر مفسده که در افغانستان جای ندارد و فرار کردند و غلامان خارجی ها هستند در حکومت شامل شوند، برای ملت ما قابل قبول نیست. با حضور این افراد حکومت همه شمول نمی شود و به فساد مواجه می شود. مولوی عبدالکبیر ادعا نمود که در حکومت طالبان افراد با صلاحیت از قوم‌های تاجیک و ازبک حضور دارند. او از جمله گفت ببینید اگر در نظام قبلی عبدالرشید دوستم بود، در نظام فعلی ما جای دوستم را عبدالسلام منفی گرفته است. وقتی صلاح الدین ربانی در حکومت گذشته از بدخشان بود، آن حکومت اما شمول بود، ولی حالا که قاری فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش است، حکومت اما شمول نیست. احمد مسعود یا کسی دیگر در حکومت گذشته از پنجشیر بود، آن حکومت همه شمول بود، ولی نورالدین عزیز صاحب از پنجشیر وزیر تجارت ما است و این حکومت همه شمول نیست. در ادامه سروزیر طالبان هر گونه قوم پرستی در حکومت خود را انکار نموده تاکید نمود که نمایندگان قوم‌های پشتو، تاجیک، ازبک، ترکمن و دیگر اقوام در امور حمایت شریک هستند. اما او جداگانه تاکید کرد که ما به منصبدارهای حکومت پیشین مسند حکومتی نمیدهیم. برخی کارشناسان و منصبداران حکومت قبلی افغانستان بر اینند که طالبان نفرانی را که عضو این گروه نیستند به منصب‌های بلند را نمیدهند و این باعث گشته است که در جابجاگذاری کادرها در امارت اسلامی افغانستان سابقه نظامی افراد منصبدار بر مهارت و دانش آنها برتری داشته باشد. هرچند رهبران طالبان ادعا میکنند که حکومتشان فراگیر همه قوم‌های ساکن افغانستان است، اما اکثر منصب‌های کلیدی در دست اعضای پشتوندبار گروه طالبان بوده. گفته می شود حضور منصبداران غیر پشتون در حکومت ساخته طالبان تنها نمایشی است و در اصل آنها صلاحیت و نفوذ در تصمیم گیری ها ندارند. در این واخوری سروزیر طالبان در پاسخ به این انتقادها از جمله در مورد بی‌صلاحیتی قاری فصیح الدین رئیس کل ستاد ارتش طالبان را رد نموده و گفت که فصیح الدین صلاحیت کافی دارد و کمزور نیست. پیشتر در مورد انحصار قدرت در حکومت طالبان سراج الدین اخوانی وزیر کارهای داخلی طالبان ابراز نظر کرده گفته بود که نظام آنها نباید در انحصار افراد آموزش دیده در مدارس دینی باشد. او از رهبرت گروه طالبان و مقامات این رژیم خواست که تا به دیگران هم سهم در حکومت بدهند. گروه طالبان ماه آگوست سال 2021 جمهوری اسلامی افغانستان را سقوط داده به جای آن رژیم خود با نام امارت اسلامی افغانستان را تشکیل کردند، ولی با گذشت قریب 2 سال تا حال هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است و جامعه جهانی پیوسته از طالبان تقاضا دارد تا یک حکومت فراگیر ملی را با جلب نمایندگان تمام قوم‌ها و گروه‌های ساکن افغانستان تشکیل داده به حقوق زنان ارج گذارند. از جمله روز 26 ماه سال 2023 نمایندگان ویژه اتحاد اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در امور افغانستان در یک بیانیه مشترک در پایان نشستی که بخشیده به وضع افغانستان در پایتخت ترکمنستان شهر اشخاباد برگزار شد، بار دیگر به ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان، تامین حقوق زنان این کشور و مبارزه بر تروریسم تاکید نموده از طالبان خواستند رفتار خود را عوض کنند.